روزی حلال به دست بیاوریم و چگونه سرمایه حلال هست که به حرام کشانده می شود و چگونه سرمایه ها از ریشه حرام هست. این بحث ماست. از جمله سرمایه های حرام در هفته گذشته گفتیم که سود و رشوه هست و دیگر از سرمایه های حرام مسئله احتکار و استثمار بازار هست. کسی که احتکار می کند، چه موقع احتکار حرام هست؟ موقعی که انسانی نیازمندی های مسلمان ها را در جای حبس کند و انتظار بکشد تا اینکه آن مسئله و یا آن آذوقه گیران شود و قیمتش بلند رود. این سرمایه انسان محتکر رو به حرام می رود. سروران عزیز و بزرگوار، احادیثی که تلاوت شد، رسول معظم اسلام ارتباط به انسانهایی که بازار را به استثمار می کشند و انسانهایی که خلاصه کارشان احتکار هست، رسول معظم اسلام می فرمایند بئس العبد المحتکر، بدترین انسان محتکر هست. انسانی که آذوقه را می خرد و خریداری می کند و او را در جای پنهان می کند و بعد انتظار می کشد ان سمع برخص او برخص ساءه. ان سمع، اگر می شنوه که بازار ارزان شد، گندم ها را خریده جای حبس کرده، جای نگهداری کرده و یا آذوقه دیگری را در جای گذاشته، ان سمع برخصین یا برخصین، اگر شنید که این اشیا ارزان شده، ساءه، این بد میبره، از ارزانی آذوقه بدش می آیه. و بعد می فرماین و ان سمع بغلاء فرح، وقتی میشنوه که این آذوقه گران شده و مسلمان ها خریداری کرده نمیتوانند و اگر بخرن هم به مشکلات، اینجا میشه فرح، این انسان خوشحال میشه. پس این انسان محتکر، این انسانی که کارش احتکاره، سرمایه اش رو به حرام میره و آیسته آیسته تبدیل به حرام میشه. کسی که بازار استثمار میکنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من دخل فی شیء من اسعار المسلمین لیغلیه، تا این که بازار به هم بزنه. یک بار یک تاجر خرمندازه به بازار، اشیا و آذوقه را چنان خریداری میکنه که بازار قیمتها را بلند میبره. وقتی قیمتها را بلند برد، اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند کان حقا علی الله تبارک و تعالی ان یقعده، بر خدای تبارک و تعالی است که این انسان را بنشاند در کجا؟ بعزم من النار یوم القیامه، به آن جایی که آتش بزرگ هست، در آن آتش بزرگ این انسان را الله قرار میدهد. این انسانی که داخل بازار داخل شود و بازار را بشکند و بر روی مسلمان ها و مستضعفین و انسان های فقیر و مسکین بالآخره وضعیت بازار را به حالتی بیاورد تا اینکه او نتواند اشیای ضرورت خود را خریداری کند. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند من احتکر الطعام 40 لیله، کسی که طعام را 40 روز حبس بکنه، کسی که گندم را 40 روز نگاه داره به نیت این که این بالا بره، رسول معظم اسلام میفرمایند فقد بری من الله و بری الله من، الله از این انسان بیزار هست و این انسان هم به این عملی که انجام داده
نعوذ بالله من ذلک، این هم بیزاری خود را از الله اعلان کرده است. بناهن پس از جمله سرمایه های حرام سرمایه انسان محتکر هست و سرمایه انسانی که بازار را می شکند و قیمت اشیا و طعام و آذوقه و اینها را بلند می برد. از جمله سرمایه های حرام انسانهایی که از رای قمار سرمایه به دست می آورند و انسانهایی که از رای شراب سرمایه به دست می آورند. قرآن عظیم الشان سرمایه این انسانها را حرام اعلان کرده. یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اینها از اعمال شیطان هست که این آیه مبارکه برای ما چندین پیام و چندین نکته دارد که به طور خلاصه و فشرده بیان میکنیم. فقط نکات این آیات را امروز در گوشه و کنار میبینیم که انسانها قمار میزنن. حالا اسمش تغییر کرده، شاید اسمش تبدیل شده باشه، شاید نداره، یقین هست اسمش رسیده به بخت حساب، اسمش آمده بیایید چانس را آزمایی، بالاخره چانس آزمایی کنید و به همین ترتیب مسائل دیگری. و انسانهایی که از رای شراب سرمایه دار میشن، این انسانها سرمایه ایشان از ریشه حرام هست. در این آیه مبارکه نکاتی که بیان میشه، اول این است که قمار و شراب پلیدترین اشیا خوانده شده، رجس من عمل شیطان، نجس هست. سرمایه انسانی که از رای قمار سرمایه به دست آورده و انسانی که از رای شراب سرمایه به دست آورده، الله میگه، من نمیگم، یکی دیگر نمیگه، مخلوق نمیگه، خالق میگه که این سرمایه رجس است، نجس هست. این انسان فقط از نجاست ها هست که استفاده میکنه. انسانی که از رای قمار سرمایه به دست بیاره و از او پول بالاخره طعام ها، هر قدر که طعام های لذیذ و بالاخره با لذتی از او سرمایه برای خود بسازه و بخوره، او انسان نجاست میخوره. رجس من عمل شیطان، رجس است و نجس هست انسانی که از رای قمار و از رای شراب سرمایه به دست بیاورد. نکته دوم، قمار و شراب از کارهای شیطان هست. انسانی که قمار میزنه، انسانی که به رای شراب قدم میگذاره و انسانی که از رای شراب سرمایه گذاری میکنه، این در مکتب شیطان هست. رجس من عمل شیطان، قرآن میگه این در کارخانه شیطان کار میکنه، در مؤسسه شیطان کار میکنه، در برنامه شیطان کار میکنه. خلاصه غلام حلقه به گوش شیطان شده. من عمل شیطان، ای از اعمال شیطان هست. نکته سوم، کسی که این را ترک نکنه، الله سبحانه و تعالی برایش هشدار داده. الله هشدار میده که ای انسان فاجتنبوه، باید اجتناب کنی از شراب و از قمار. الله برای من و شما دستور میده که هر جا که میرسیم این انسانها را متوجه بسازیم که ای انسانی که تو از خدا بیخبری، الله میگه فاجتنبوه، اجتناب کنید. اگر اجتناب نکنید جای تو جهنم هست. اگر اجتناب نکنید جای تو در جهنم از طعام است که لیس لهم طعام الا من ضریع. برای انسانهای جهنمی طعامی نیست مگر ضریع. ضریع چیست؟ خار مغیلان بر دهن انسانهای جهنمی انداخته می شود که در دنیا طعام حرام خوردی، حالا این طعام هم امروز از آن توست. ولا طعام الا من غسلین، طعام جهنمی غسلین هست. غسلین چیست؟ میگه اون خونه ها و چرکه های جهنمی ها برای انسان هایی که در دنیا از حرام بالاخره طعام آماده کردن و خوردن، برای اونها داده می شود. لیس لهم طعام الا من ضریع، لیس لهم طعام الا من غسلین، مگر او خونابه و بالاخره چرکه های جهنمی
جهنمی ها. بنان الله میگه ای انسان فجتنبو، اجتناب کن، دوری کن. اگر دور نشوی فردا آتش جهنم، فردا عذاب بزرگ دامنگیر تو می شود. نکته چهارم این است که انسان وقت شراب و قمار را ترک کرد، الله سبحانه و تعالی می فرماید کسی که این دو را ترک کنه رستگار میشه. لعلکم تفلحون، این انسان ها رستگار میشن، این انسان ها کامیاب میشن. خیلی جالبه که انسان قمارباز وقتی قمار میزنه احساس میکنه که این راه خوشبختی هست. انسانی که شراب میخوره میگه البته این راه خوشبختی هست، ولی ندانسته که این راه بدبختی هست. الله میگه اگر اینها را ترک کردی لعلکم تفلحون، آن وقت رستگار میشوید. نکته پنجم این است که این دو، همین شراب و همین قمار، اینها برنامه های شیطان هست. از این طریق شیطان برنامه ریزی می کند. انسانی که به قمار دست بزنه، انسانی که به شراب دست بزنه، شما ببینیم چی عواقبی دارد. انسانی که در قمار خود یک بار و دو بار و سه بار بالاخره باخت، چقدر کینه ها به وجود می آید، چقدر بغض ها، چقدر عداوت ها، چقدر دشمنی ها. بالاخره تمام سرمایه و زندگی که همه از بعض انسان ها روی قمار رفته و تا حتی بدبختانه و متاسفانه که تا حتی بعض انسان های قمارباز از ناموس هم دریغ نکردن در این قسمت. سبحان الله. ببینیم که شیطان از چی طریقی و از چی وسایل استفاده میکنه. به همین ترتیب قرآن عظیم الشان میفرمایه انما یرید الشیطان، این اراده شیطان هست، این خواسته شیطان هست که از وسیله قمار و شراب انسان را بدبخت دنیا و آخرت بگرداند. ششم، شیطان از طریق قمار و شراب بین جامعه عداوت و دشمنی را ایجاد می کند. قرآن باز هم می فرماید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء. شیطان اراده داره این که در بین جامعه دشمنی باشه، بین جامعه بغض باشه، بین جامعه عداوت باشه. اینها پیامدهای شراب هست که در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی اضرار شراب و قمار را بیان کرده است. هفتم، شراب و قمار وسیله بازدارنده از ذکر پروردگار و نماز هست. انسان در دنیا آمده تا عبادت الله سبحانه و تعالی را بکنه. انسان در دنیا آمده تا این که در دنیا با الله سبحانه و تعالی معرفت پیدا کنه. این شراب و قمار انسان را باز می‌داره از نماز و از ذکر الله سبحانه و تعالی. ادامه آیه می فرماید يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وإقام الصلاة. من میکنه شیطان انسان را از ذکر پروردگار عالم و عن الصلاة و از نماز خواندن. چقدر واقعا شما در دنیا صراخ کنید، انسانی که شراب می نوشه او انسان از یاد خدا غافل هست. انسانی که در دنیا قمار میزنه او انسان با نماز و با دین و با اینها سر و کاری نداره. پس این عواقب خطرناک دیگر قمار و شراب که انسان را از این نعمت عظیم و بزرگ از یاد پروردگار و از نماز محروم میداره. هشتم، خدای تبارک و تعالی بندگان خود را با جمله سوالیه تنبیه میکنه. جمله سوالیه ادامه آیه میگه فهل انتم منتهون. آیا این همه ضررها رو بشنیدید؟ آیا وقت این نرسیده که دست بکشید؟ آیا وقت این نرسیده؟ آیا دانستی که این ازرار قمار هست، این ازرار شراب هست؟ دانستید که رسوایی دنیا و آخرت هست؟ فهل انتم منتهون؟
آیا وقت این نرسیده؟ یعنی برسیده. ای انسان عاقل، ای انسانی که الله نعمت عقل را برای تو داده، پس متوجه باش که دست از این بکشید. الله سبحانه و تعالی با این جمله سوالیه بندگان خود را تنبیه میکنه و متوجه میسازه. نهم، به جایی که شیطان میرود چرا ای انسان میروی؟ الله سبحانه و تعالی میگه ای انسان، شیطان را برای تو معرفی کردم. شیطان دشمن واضح و آشکارای توست. شیطان میخواه جای او که در جهنم شده جای تو هم در جهنم بشه. چرا دنبال شیطان میری؟ بیا بر راه الله، بیا بر طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینجا الله به ادامه آیه میگه فهل انتم منتهون. ادامه اش میگه اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت از الله بکن، اطاعت از رسول الله بکن. اللهی که برای تو بهشت ساخته، اللهی که برای تو همه نعمتها داده، اللهی که برای تو سعادتمندی دنیا و آخرت نصیب کرده. بیا دنبال الله، بیا بر طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا. اینجا آیه مبارکه میگه اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت از الله بکن و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بنما. نهم، دهم، زنگ بیدار شدن الله برای ما در گوشهای ما بالآخره طنین انداز کرده و الله سبحانه و تعالی ما را متوجه می سازه که به ادامه این آیه میگه وحذروا. ای انسان ها اجتناب کنید، ای انسان ها پرهیز کنید، ای انسان ها دست از قمار و شراب بکشید. ادامه آیه می فرمایه فإن تولیتم. اگر انسان ها دست نکشیدن، صدا و ندای قرآن را شنیدن دست نکشیدن، صدای رسول الله را شنیدن دست نکشیدن، صدای علما را شنیدن دست نکشیدن، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر پشت کردید، فَعْلَمُوا، بدانید که انما علی رسولنا البلاغ المبین. این پیام الله برای شما رسید، این ندای الله برای شما رسید. شما متوجه باشید که وظیفه پیامبر، وظیفه علما ابلاغ هست و رساندن هست. واضح و آشکارا برای شما رسید. اگر شما دست از قمار و شراب نکشیدید، اینجا عذاب علیم و مهین خداوند در کمین هست. در صدر اسلام وقت این ندارا صحابه شنیدن، با جان و دل پذیرفتن، شراب و قمار ترک کردن. شخصیت های شدن که رضی الله عنهم و رضوا عنه. ولی ابو جهل قبول نکرد، ابو لهب قبول نکرد، امیه ابن خلف قبول نکرد و خیلی انسان ها قبول نکردن. پیامبر چی ضرر کرد؟ نعوذ بالله من ذالک. با خدا چی ضرری رسید؟ اونهایی که قبول کردن بهشت پروردگار و آنهایی که قبول نکردن جهنم پروردگار. الله سبحانه و تعالی فقط به ادامهش می فرمایه کار پیامبر، کار وارثین پیامبر ابلاغ هست که برای انسانها برسانن و انسانها خود ایشان عقل دارن و فکر دارن، باید متوجه باشن. این بود سروران عزیز و بزرگوار نکاتی که به این آیه مبارکه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خلاصه بحث من و شما سرمایه های حرامی که به طی این 3 هفته بیان کردیم عبارت از سود، عبارت از قمار، شراب، رشوه، چانس آزمایی که به اصطلاح امروزی میگن بخت حساب و مسئله سرمایه سرقت، سرمایه اختلاس، سرمایه انسانهایی که وسایل مبتذل را با فروش میرسانن و انسانهای فالبین، فالگیر، غیبگو. این سرمایه ها از ریشه حرام هست سروران عزیز و بزرگوار. این سرمایه نمیشه که این سرمایه را انسان کاری بکنه که حلال بشه.
خیلی جالب، شاید بعضی از دوستا و برادرهای ما ندانسته، از سر صبح می آین بالاخره نماز صبح هم خوانده، می آید دکان بالاخره نوار فروشی و کسیت فروشی مبتذل خورباز میکنه، تا نماز شام 10 تا 20 تا 100 تا کسیت مبتذل می فروشه. شام هم خوشحال میره طرف مسجد و نماز و قرآن و اینها، خوشحاله که امروز من سودا کردم، ولی از این بیخبره که این سرمایه حرام به دست آمده. سرمایه که حرام بود، نه نماز ارزش داره، نه زکات ارزش داره، نه حج ارزش داره، هیچ چیزی ارزش نداره. بناهن از جمله سرمایه های حرام آنهایی که وسایل ابتذال و مبتذل را به جامعه به فروش میرسانند، سرمایه ایشان حرام است. انسانهایی که فالگیری میکنن، فالبینی میکنن، انسانهایی که غیب میگن، این سرمایه های حرام هست. سروران عزیز و بزرگوار، مسئله که آنهایی که سرمایه حلال را باز حرام میکنن، سرمایه حلال هست، آنهایی که سرمایه را یا ملوث میکنن یا حرام میکنن، او کدام سرمایه هست؟ سروران عزیز و بزرگوار، سرمایه حلاله ولی او را انسان ملوث میکنه یا او را به حرام تبدیل میکنه، که از آن جمله انسانهایی که در معامله خود دروغ میگن، انسانهایی که در معامله خود فریبکاری میکنن، انسانهایی که عیب مال خود را میپوشانند، انسانهایی که مال را در مال گران فروشی میکنن، انسانهایی که قسم میخورن ناحق، انسانهایی که قسم زیاد میخورن، انسانهایی که وعده خلافی میکنن، انسانهایی که احتکار میکنن و انسانهایی که در وقت اقامه نماز جمعه خرید و فروش میکنن. این کارها و این افعال سرمایه حلال را ملوث میکنه و آهسته آهسته میکشانه به حرام. باید سروران عزیز و بزرگوار من و شما متوجه باشیم که این عبادت ما، نماز ما، روزه ما، تمام عبادات ما خلاصه همه بستگی داره به روزی حلال. اگر روزی حلال نصیب انسان شد تمام عبادات قبول میشه. اگر خدای نخواسته روزی حرام نصیب شد اینجا انسان میشه بدبخت و شقی. این بود بحث ما ارتباط به مفاسد مالی که در طی 3 هفته اشارات مختصری داشتیم. الله سبحانه و تعالی برای همه ما و شما توفیق عمل عنایت بفرماید. یک نکته در اخیر اشاره می کنم. بعضی از برادرها میگن که در بین جامعه ما اینقدر گناه شده، معصیت شده، معاملات سودی شده و فلان شده، چرا عذاب نمی آیه؟ چرا عذاب پروردگار عالم نمی آیه؟ بناهن یادم از یک قصه آمد که در زمان حضرت موسی علیه السلام، صلوات ختم بفرمایید. در زمان حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی وقتی که به کوه طور می رفتن، شخص آمد به حضور حضرت موسی گفت ای موسی، وقتی به کوه طور میری با خدا راز و نیاز میکنی، برای الله بگو که چرا عذابش به سراغ من نمی آید؟ من هرچی گناه کردم، معصیت کردم، خلاصه فسق و فجور کردم، چرا عذاب نمی آید؟ حضرت موسی علیه السلام وقتی به کوه طور رفتن، اینجا گفتن ای پروردگار، بعد از راز و نیاز حضرت موسی چیزی نگفتن. خدای تبارک و تعالی گفت ای موسی، چرا او مخلوق من یا بنده من که حرف پیامی برای تو داشت و او پیامش را چرا برای من نمیگویی؟ حضرت موسی گفت ای الله، من شرمیدم بالاخره از این که این حرف را به زبان بیاورم. تو علیم بذات صدوری، تو خبیری، تو دانایی. ای الله که او بنده چی گفته؟ بنان حضرت موسی جریان را گفت و خدای تبارک و تعالی برای حضرت موسی گفت برو ای بنده من، ای موسی من، برو با او بنده بگو که سالهاست که عذاب من دامنگیری تو هست. حضرت موسی گفت ای الله، این انسان سرمایه داره، این انسان ثروت داره، این انسان به اصطلاح امروزی ما و شما موتر داره، آرگاه و بارگاه داره، این انسان صحیح و سالم بین جامعه را میره.
چگونه عذاب دامنگیر ازی شده؟ خدای تبارک و تعالی گفته ای موسی برو بگو که سالهاست که لذت عبادت را از تو گرفتیم، بزرگترین عذاب من اینه که انسان با من عبادت کنه و لذت نبره. سبحان الله. وقتی این داستان و این قصه را دیدم گفتم خدایا او که قوم حضرت موسی و امت حضرت موسی بوده، از خود من شاید سالهای این عذاب برای من آمده باشه. عبادت میکنیم لذت نمیبریم، عبادت میکنیم قرآن میخوانیم لذت نمیبریم، مسجد میاییم لذت نمیبریم، عبادت میکنیم لذت نمیبریم. این بی لذتی چیست؟ این عذاب پروردگار هست. سروران عزیز و بزرگوار، صحابه وقتی به نماز می ایستادن چقدر عاشقانه نماز می خواندن، صحابه وقتی به جهاد می رفتن چقدر عاشقانه جهاد می کردن، صحابه وقتی تلاوت قرآن مشغول بودن چقدر لذت می بردن. سبحان الله. امروز عزیزان من بزرگترین عذاب دامنگیر او انسان هست که از عبادت لذت نبره، از نماز خواندن لذت نبره، از تلاوت قرآن لذت نبره. خلاصه از این که معرفت با الله سبحانه و تعالی پیدا کرده لذت نبره. بناهن این که بعضی انسان ها میگن چرا عذاب نمی آید؟ عذاب خیلی آمده عزیزان من. دیشب یک جایی بودیم، یکی از دوستا بسیار گپ جالب زد، گفت به قوم لوط علیه السلام سنگ بارید. گفتم که بله سنگ بارید. گفت به فلان قوم بالاخره فلان عذاب آمد. گفت نگاه کنیم که امروز چقدر مسلمان ها دوچار مرضهای مختلفی، بر یک سنگ خورده بر گرده یک انسان، سنگ خورده بر چشم یک انسان، سنگ خورده بر قلب یک انسان، سنگ خورده. اینها عذابهایی است که الله ما را متوجه ساخته. ای انسان تو را به مرضهای گوناگونی دوچار کردم تا این که تو انسان متوجه باشی، تا این که بفهمی و تا این که معرفت به الله سبحانه و تعالی پیدا کنی. این است عزیزان من، باید در عبادات خود لذت پیدا کنیم. چی وقت لذت می آید در عبادت؟ زمانی که سرمایه حلال باشه و زمانی که کار و معامله ما مطابق به شریعت مقدس اسلام باشه. اگر